بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، مهربانان، عزیزان، شما را باز خوش آمدید میگم به این برنامه امروزی خودمون. امروز برنامه ما کم نوخت شد، رفته بودیم بیرون، تازه خانه آمدیم. به او خاطر یک چیزه که ساده و همونطور بسیار ملایم و بسیار خوب و خوشمزه براتان درست میکنیم. غذا نیست، یک جوس است. یک به حساب وطندارای ایرانی بویم یا همزبان‌ها بویم، همزبانای ما معجون میگن، به حساب ما شما بویم یک جوس میکس که تقریبا 12 قلم جنس کار داره یا مواد خام که چهارمغز است، بادام است، خرماست، پسته است، کیله، 2 عدد ما وقت خورد کردیم یک اندازه آیسکریم است. ما آیسکریم چیز گرفتیم، زعفراندار و پسته‌دار. دیگه شیر است، البته عسل داریم، قیماق داریم، شلک زنه، دیگه ایل داریم، ایل خرد شده. بعد از او عرق گلاب. اینا رو با هم دیگه میکس میکنیم و ازش انشالله براتون یک چیز جور میکنیم، یک جوس بسیار مزه‌دار. یک چیز دیگه یادم رفته، کمک یخ هم کار داریم. یخ در چیز بده برم، اول یخ شد ازش بندازیم. خب یا تا یخش بیاید چیزهای دیگر رو چیزهایی که داریم اضافه میکنیم. بادام انداختیم، چهارمغز رو اندازیم. بعد از او پسته رو اضافه میکنیم در میکسر ما. بعد از او چیزهایی که مندازیم دیگه هر کس هم خودش اندازش خودش معین کنه چقدر میخواه، مثلا چند تعداد خرما میخواه، چقدر چیز میخواه، عسل یا مثلا چیزهای دیگه. اینا چیزها رو درش اضافه میکنیم. کیله که از قبل وقت مایدش کرده بودیم، این حالا میشه در سرش یخم اضافه کنیم، مثل شیک وارد میشه. این حالا درش آیسکریم اضافه میکنیم. خب شلک زنه یا قیماق رو ذره خوب شورش میدیم، درش اضافه میکنیم. دیگه چیز داریم، آب گلاب به اندازه دلخواه. این تک انداختم درش، مقصد خوشتم و خوشبویی میسازش. چیز ننداختیم درش، ایل ننداختیم، بسیار از این چیزا خوش میکنه، غذا رو هم خوشتم هم خوشبویی میسازه. دیگه عسل ننداختیم. خب این حالا میریم پشت شیر. خود انداختیم، شیر برنمارک استفاده میکنیم، شیر تازه خوبش. دیگه ناله مربوط به خودتان میشه که شما چقدر جوستان هم میخواین که چیز بگیرین، به اصطلاح نرم باشه یا سخت باشه. تقریبا 60% آدم مواد میگیره، 40% هم مایعات که میخواین جوستان، یا که اگر 30% تا 70% بگیرین همجور میشه. خب از درجه پایین میکسر شروع میکنیم. بخیر، بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر میخوایم جوس مغز را دانه‌دار کنه از درجه یک دو بالا نمیریم. اگر میخوایم که بیخی باز چی باشه، آب شده باشه و کم چیزش میده شده باشه، پس تو خاصت راش زیاد در زیر دندان آدم نبه، باز این چیز میکنیم درجه بالاتر درجه پایینتر برامونه خودتان باز عیار بسازیم. خب تقریبا میشه گفت کار ما خلاص بخیر. میریم بخیر طرف تزیین. عزیزان برنامه این شما بیاین یک ذره استو معجون خود در گلاس اضافه میکنیم. اوکی عزیزان برنامه خوش آمدید میگم شما رو به قسمت دوم برنامه ما. جوسی که درست کردیم یا معجون یا شیک در گلاس انداخته میشه و انال تزیینش کردیم. میبینین که در سرش یک چند توتا کلا انداختیم، ورق توتا کردیم. در سر از او باز خلال پسته انداختیم، در سر از او البته چهارمغز انداختیم و دورداری پودرکای سفیده که میبینین یا پودر نالیار است دیگه. به این شکل بسیار زیاد یک جوس خوش طعم، خوش مزه، خوش طعم دیگه انشالله درستش کنین بر فصل زمستان. بسیار یک جوس بگویم یا معجون بگویم یا یک شیک بسیار مزه‌دار و پر انرژی قوی انشالله درستش کنین و نوش جان کنین انشالله مورد پسندتان قرار بگیره. جهان سپاس از لطف شما، از شفقت شما. هر روز بر ما تلفن می امروز عزیزای ما از اتریش بگویم یا از وین بگویم امروز ما با تماس شدن بابت از این برنامه‌ای که تازه درست میکنیم بسیار خوشحالی کردن و از هر جای دیگه کشورهای دیگه اروپایی و از آسیا از هر جای چیز میگیریم، پیغام میگیریم دیگه. تشکر، سلامت باشین از همگیتان. جهان سپاس، خیر ببینین. میبخشید دیگه انشالله تا برنامه دیگه وقتان زیاد نمیگیرم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشین انشالله. خودتان همراه فامیلایتان، همراه اولادایتان همگیتان جور و عافیت باشین. خداحافظ و نگهدارتان.